سوال بعدی. اسکان بزنیم بزرگ سال ما زیاد بخوریم از آدم های سمی. خودت یه سمی، خودت پای سمی کو. الان به عشق خودم امیدوارم که چطورتون عالی باشه. محسن پور هستم، خیلی خیلی خوش اومد به این ویدیو. بس موضوع ویدیو رو بهتون بگم. موضوع ویدیو توییت های هستم از ایرانی توی توییتر چیزایی می نویسن چیزایی نمی نویسن و امروز این ویدیو رو براتون آماده کردم. اوکی. هنوز که نرفتیم سراغ ویدیو، دکمه سابسکرایب بزنید، زنگولش رو روی آل بذارید که ویدیو گذاشتم یوتیوب خبر محسن پور ویدیو گذاشته و بیای ببینی. بریم سراغ ویدیو. بچه ها، اولین توییت: دیشب از بعد کنارمون دزدی کردن و مامان من فکر کرده خودشون در اسباب کشی میکنن، براشون سعی بردن. عجب مادر خریاری. مگه صابونه رو نمیشناختن؟ چطوری دوز اومده؟ یعنی دوز همین جوری بدون ماسک یه آدم عادی. ببخشید ما اینجا صندلیتون رو میدازیم آقای محسن، ما دوز نیستیم، همسایه کناریتون هستیم. اوکی. خداحافظ. کسکی توییتر فکر کنم 50% دروغه. من برات ناماده کردم نه 50% دروغه، ولی سم دیگه توییت های سم به اینا میگن توییت های سم دیگه. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. ببخشید. عجب چیه؟ مامانت پول 100% مامانم. من واقعا مامانم باید که تو این دنیا عوض نمیکنم. منم مامان تو باید که هستی. ولی خدای عجب. نایس. بریم توییت بعدی. هرچی تا قبل این دیدن فراموش کنید، فقط به من بگید چجوری میشه. این چجوری میشه؟ ببین، پول روی مرده بذاری پا میشه برات میرقصه. خودت میدونی پول چه قدرتی داره. اوکی. زمونه. ببین این آخه دماغش آرنج منه. اوکی. کچل کثیف. بریم توییت بعدی. سمم محمد بونای. توییت بعدی: اگه یکی از بچه فامیلیم برا رو سر لپتاپت بیاره چیکار باید باش کرد؟ بچه فامیلی نمیمونه. بچه فامیل یا حذف میشه یا کشته. یعنی این کارو با لپتاپ من بکنه، لپتاپ رو میکنم تو کونش. میدونی سرا میدونی که بچه فامیل خیلی زندن، خیلی زنده بازاری در میارن. نمیدونم شما دیدین ما فامیل اون فضول زندان میاد 2-3 تا دعا میذاره تو خونه. مامانم میره پیش مامان، چی بهش میگن به فارسی؟ ما به کردیش میگن ملا. میبره پیش ملا، خودش دعاها رو پاک میکنه. خدا صدای بارون. خدا. سوال بعدی: اسکاپ بزنیم بازای سال ما زیاد بخوریم از آدم های سمی. خودت یه سمی، خودت پای سمی. این پاهاش مرد سرشم زنه. الان این
اینو شما تو کامنت ها بگید. هر کی غذای سالم اینا نخوره، هیچ کی جرأت نداره میگه غذای سالم نباید بخوریم. که حرفی کنار این بزنی یه سیلی بهت بزنه گردنتو میکنه. اجازه دور بریم سراغ سوال بعدی. اینا تموم شد. سریقه همه پسرا درسته؟ بله، من نوکرتم. من الان نوکرتم. یعنی این کنار من بشینه من از پاش لیز میزنم. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. شما عزیزی رو دست مازاداری ما را آدم کن. عجب چیزیه. سوال بعدی. سیم دوست پسری که از اون سر شهر میکوبه میاد محل کارت چون فقط بهش گفتی واسه پفک کردم چیه؟ چرا توییتر انقدر نمیشید؟ اصلا ازش حالی نمیشی. این آبروی پسران رو میبرن دیگه. یه دختر نمیدونم فلان از اون برای اینکه لواشک میخوام، این آبروی پسر رو بردم به ما میگن پرنسس کردم میشور. خب اگه اون پسر پفک برای تو بیاره تو هم باش اوکی. خدا من برای دختر این کارو نکنم، به هم تعارف نکنه بیا توی چای بخور، همون زمان رو شون میدونی سرا کست کش 200,000 تومن برای چیپس و پفک خریده، تو هم باید بهش خیلی آدم کثیفی هستی. من بهت اعتماد کردم میشور. خب یک ساعت تو زاده رو پام ازش حالی نمیشم. یک ساعت تو زاده رو با من خوابش برده کو داش اینو بردی سفر یا بردیش سفر؟ من اینو نمیفهمم. پسر با کویک دختر رو خر میکنه. اوفی اوفی بالا آها همجا من با لکسوس نمیتونم. میدونی سرا چطوری خوشگله سوال میشه. به خدا یه بار مدرسه دخترونه به دختر گفتم یک کیف زد تو صورتم 2 ماه اینجوری بود. چطوری با کوی اینا رو خر میکنن؟ آقا تو کامنتو بگید. من تو 3 سال دست دختر نگرفتم. مستینگه دارم میرم. به سوال بعدی. زیر شب عروسیت بعد از رفتن مهمونا مریض شدم. اولین کاری که میکنی چیه؟ کارا بله داماد خسته شده 300 میلیون پول خرج کردی تو هم باید این کار بکن. منم زن من که زن نمیگیرم با عشقام شمایید تا میمیرم برای شما ویدیو میذارم. کلش تو اینه معلومه توی فاطمه. بله خب بچه ها این بوس یعنی ذهنم قفل کردی. میدونی سرا این بوس. خب بچه ها این بود از توییت های سم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باش. تا ویدیو بعدی همینجوری شاد پرنجی خفن بمونید.